بیا با هم یه استایل جدید خلق کنیم. این بیلر سوت نکاتی داره که مطمئنم هیچ جا ندیدیش. با من همراه باش. خیاطا سلام. ابتدا الگوی پنسدارتون رو تا خط کمر رسم کنید. از ابتدای خط CF تا پهلو خط کمر رو منهای فضای ساسون اندازه بگیرید و یادداشت بکنید. حالا کمر الگوی جلوی شلوار رو هم اندازه بگیرید. برای من این فضا به صورتی هستش که علاوه بر این که من پنس رو در نظر نمیگیرم و نمیدوزم، باید یه فضایی هم به پهلو اضافه بکنم تا کمر شلوارم به اندازه کمر بالاتنه بشه. صورت بعدیش رو در الگوی پشت بهتون نشون میدم، یعنی وقتی که کمر بزرگتر باشه. حالا کمر الگوی جلوی شلوار رو به 4 قسمت تقسیم میکنیم. خط باسن رو امتداد میدیم تا پهلو و همینطور از دمپا به اندازه 2 سانتیمتر در هر طرف فون میکنیم. از این میزان 2 سانتیمتر خط صافی به بالا رسم میکنیم. حدود 7-8 سانتیمتر پایین تر از خط باسن به 0 میرسونیم. این کار رو در هر دو تا پهلو به یک میزان انجام میدیم و به این شکل دمپا رو کمی آزادترش میکنیم. خیلی ساده این کار رو با یه خط صاف انجام میدیم. حالا باید از خط باسن در قسمت پهلوی شلوار تا دمپا رو اندازه بگیریم و این اندازه رو تقسیم بر 4 بکنیم و 3 تا علامت روی پهلوی شلوار به وجود میاد. حالا میخوایم دراپه های پهلو رو شکل بدیم. ببینید از قسمت کمر علامت اول رو به علامت اول در قسمت پهلو وصل میکنیم و مجدد علامت دوم به علامت دوم وصل میشه و علامت سوم هم به علامت سوم به همین شکلی که من انجام دادم باید طراحی بشه. تمام این خطوط صورتی رنگ رو باید برش بزنیم و جدا کنیم، اما قبلش یک فضای 3 سانتیمتری در قسمت کمر باید به الگوی جلو و پشت شلوارمون اضافه بکنیم. این خطوط صورتی رنگ رو تا انتهای کمر امتدادشون میدم و به این شکل ابتدا این خط بلندتر که صورتی رنگ هستش رو برش میزنم، زیرش یک کاغذ میچسبونم. حالا باید یک فضای 3 الی 6 سانتیمتری در این قسمت لحاظ کنیم که من 5 سانتیمتر در این قسمت و 5 سانتیمتر در قسمت کمر فضا اضافه کردم و حالا تکه دیگه شلوارم رو باید روی این علامت های 5 سانتیمتری که همین الان با ماژیک سبز رنگ علامت زدم فیکسش بکنم. دقت کنید که برای این شلوار حتما باید از پارچه های ریزشدار استفاده بکنید. پارچه من شانتون هستش. حالا خط دوم صورتی رنگ رو برش میزنم و مجدد همین مراحل رو برای این خط هم انجام میدم. به این صورت که در قسمت بالا کمر 5 سانتیمتر و در قسمت پایین هم 5 سانتیمتر فضا لحاظ می کنم و تکه بعدی رو هم در این قسمت فیکسش می کنم. به همین شکل تکه بعدی رو هم برش می زنم و این فضای دراپه رو در این قسمت به صورت عوضمان لحاظ می کنم. تمام این مراحل روی الگوی پشت هم باید پیاده بشه و نکاتش رو بهتون میگم. مجددا 5 سانتیمتر فضا در بالا و پایین اضافه میکنم و تکه آخر رو هم به این شکل میچسبونم. فضاهایی رو که با ماژیک سبز رنگ هاشور میزنم همون فضاهای 5 سانتیمتری هستن که برای دراپه هامون به صورت پیلی اضافه کردیم. حالا از دمپا به اندازه 10 سانتیمتر میرم بالا و به این شکل پهلوی شلوارم رو به صورت هلال طراحی میکنم. دقت کنید که زیاد لازم نیست به شکل دایره‌ای طراحیش بکنید و همین طراحی نرم کافی هستش. در قسمت کمر این فضاهای 5 سانتیمتری به صورت پیلی بسته میشن و در قسمت پهلو این فضاها به صورت آزاد میمونن و به شکل دراپه در میان. من پیلی ها رو میبندم و بعد کمر رو برش میزنم. بقیه الگوی شلوار رو هم دور تا دورش رو برش میزنم و نکته خاصی نداره.
در قسمت پشت شلوار هم همین مراحل رو باید تکرار کنیم. باید خط کمر در الگوی پشت بالاتنه رو اندازه بگیریم و با اندازه کمر شلوار مقایسه بکنیم. کمر پشت شلوار من بزرگتر هستش، پس من باید میزان بزرگتر بودنش رو به دست بیارم که برای من 1.5 سانتیمتر بزرگتر هستش. این 1.5 سانتیمتر رو یادداشت میکنم و در ادامه بهتون میگم. فضای 3 سانتیمتری رو به کمر در الگوی پشت هم اضافه میکنم. این فضا رو تقسیم بر 4 سانتیمتر میکنم و 3 تا علامت به دست میارم. خط باسن رو امتداد میدم تا در قسمت پهلو مشخص بشه و مجدد از قسمت دمپا به اندازه 2 سانتیمتر در پهلوها اضافه می کنم و به هول و هوش 7-8 سانتیمتر پایین تر از خط باسن به شکل یک خط صاف به این شکل وصلش می کنم و همین مراحلی که برای الگوی جلو انجام داده بودیم برای الگوی پشت هم تکرار میشه. خب از نقطه خط باسن تا انتهای دمپا رو اندازه میگیریم و تقسیم بر 4 میکنیم و 3 تا علامت روی پهلو برای ما به دست میاد. نکته ای که هستش اینه که شما نباید قد شلوارتون رو خیلی بلند در نظر بگیرید و باز هم مجددا مثل الگوی جلو علامت‌های اول رو به هم، علامت‌های دوم رو به هم و علامت‌های سوم رو به این شکلی که من طراحی کردم باید به شکل خطوط صورتی رنگ به هم وصل کنیم. ابتدا خط بلندتر رو قیچی می‌کنیم و زیرش کاغذ میچسبونیم. برای من 1.5 سانتیمتر، کمرم بزرگتر بوده پس 3 تا نیم سانتیمتر در نظر میگیرم و از هر برش نیم سانتیمتر به این شکل دارم هاشور میزنم نسبت به خط صورتی رنگ دوریز میکنم الگومو. ببینید این خط صورتی رنگ نیم سانتیمتر ازش فاصله گرفتم و اون فضای هاشور خورده رو اضافه کردم و این فضای هاشور خورده دوریز میشه و به این شکل 3 تا نیم سانتیمتر من از کمر الگوی پشت کم میکنم و به این شکل کمر الگوی پشت به اندازه بالاتنه پشت میشه و همون فضاهای 5 سانتیمتری رو اضافه میکنم. مجددا 10 سانت از دمپا میرم بالا و به این شکل پهلوی شلوار رو ترمیم میکنم. فضاهای پیلی در قسمت کمر شلوار بسته میشن و بعد هم بالای کمر رو برش میزنیم. دور تا دور الگوی شلوار خالی میشه. فضاهای هاشور خورده قسمت‌های پیلی هستن و ابتدا و انتهای هر پیلی رو مشخص میکنیم. فضای 3 سانتیمتری به قسمت کمر الگوی جلو و پشت باید لحاظ بشه. فضای ساسون من در قسمت جلو 2 سانتیمتر هستش که من میخوام این فضای ساسون رو به صورت پیلی بدوزم. ببینید الگوی شلوار رو در امتداد الگوی جلو قرار میدم و پیلی وسط رو در نظر میگیرم و میخوام پیلی که برای بالاتنه میدم و فضاش 2 سانتیمتر هست برای من در این قسمت باشه. 1 سانتیمتر از قسمت سرشانه و 2 سانتیمتر از قسمت CF گردن رو آزاد میکنم. بنابراین باید لقی در قسمت گردن ببندم. میتونید 1 لقی نیم سانتی یا مثل من 2 تا لقی 2/10 در قسمت گردن ببندین. چون آستین حلقه ای هست بیلر سوتمون، من میخوام حلقه رو کمی تنگ تر کنم. بنابراین 1 سانتیمتر از حلقه میرم بالاتر و همینطور 1 لقی نیم الی 1 سانتیمتری بسته به سایز سینه در قسمت حلقه میبندم تا قسمت حلقه من به حالت کاملا جذب باشه و بدن نمایی کمتری داشته باشه. پنس کنفرماسیون رو 1 ضلعش رو برش میزنم و بعد 1 ضلع هر کدوم از لقی ها رو برش میزنم و روی ضلع دیگه میارم و به این شکل تمام لقی ها به زیر سینه منتقل میشن و بعد هم دور تا دور یقه رو خالی میکنم. توی پنس خالی میشه. حالا حلقه من پله کرده که من به این شکل با خط صورتی رنگ اومدم اصلاحش کردم
ببینید در قسمت سرشانه من میخوام به اندازه 1 الی 1.5 سانتی متر سرشونه رو کوتاهترش بکنم. بنابراین با خط صورتی رنگ به این شکل یک فضایی رو هم باز از سرشانه کمش کردم و به خط کارور به 0 رسوندم. مجددا فضای 3 سانتی متری رو به قسمت پایین الگوی پشت هم لحاظ میکنم. الگوی شلوار رو در امتداد الگوی بالاتنه قرار میدم. پیلی وسط رو مشخص میکنم و من میخوام فضای پنسم رو به شکل یک پیلی بدوزم. بنابراین 1.5 سانتی متر به هر طرف علامت میزنم که این بسته به میزان فضای پنس شما بستگی داره. 1 سانتی متر از انتهای حلقه میرم بالا و مجددا حلقه رو طراحی میکنم. 1 سانتی متر هم گردن الگوی پشت رو آزاد میکنم و سرشانه رو هم به اندازه 1 الی 1.5 سانتی متر کوتاه میکنم. الگوی جلو روی دلای بسته قرار میگیره. فضای ساسون رو علامت میزنم و به صورت هشتی شکل برش میزنم. سجاف 6 سانتی متری برای یقه الگوی جلو لحاظ میکنم. الگوی پشت روی دلای بسته هستش و یک سجاف پهن براش در نظر میگیرم. قسمت شلوار رو میبینید که حتما باید راستاگیری بکنیم. فضاهای پیلی رو در بالا علامت میزنیم. دور تا دورش 1 سانتی متر و پایین دمپا رو 2 سانتی متر در نظر میگیریم. الگوی پشت هم با این خط راستاگیری میکنیم. حتما فضاهای پیلی رو علامت میزنیم و در قسمت دمپا 2 سانتی متر و دور تا دور 1 سانتی متر در نظر میگیریم. این هم نوار کمربندمون هستش که من برای پهنای 5 سانتی متری که قرار روش نوار تزیینی دوخته بشه پهنای 17 سانتی متر رو در نظر گرفتم از روی پارچه و طولش هم به اندازه دور کمر به اضافه 4 سانتی متر هستش. در پست بعدی دوختش رو با هم انجام میدیم.